الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. و این منطقه که امروز ما در این رحله علمی خود اشتراک داریم، این منطقه را منطقه جبل احد میگویند که یکی از معرکه های اسلام و یکی از جنگ هایی که با ضد مشرکین، با ضد دشمنان خدا و پیامبر پیوست در همین منطقه انجام یافته است. از جمله این کوهی که امروز از شما در نوار دیده ایستاده اید، این کوه احد است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند که احد کوهی است که او ما را دوست می دارد و ما او را دوست می داریم. و در این منطقه هنگامی که مشرکان مکه خواستند که هجوم بیاورند بر مدینه منوره، پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم و اصحابش اونها را پیشگیری کردند در همین مکان که تا که داخل مدینه منوره نشوند و اونجا که زنهای مسلمانان و فرزندان مسلمانان بود خسارت زیاده بر فرزندان مسلمانان میشد. و در همین منطقه که شما دیده ایستاده همینجا جنگ به وقوع پیوست که مشرکان از همون طرف به سوی مدینه میخواستند که بیایند. و از همون طرف وقتی که هجوم کردند، پیامبر خدا با سروری عبدالله ابن جبیر در بالای همین کوهی که حاضر ما و شما ایستاده ایم که جبل رماد یعنی کوه تیراندازان نامیده می شود، همه ما که اینجا قرار داریم با سروری عبدالله ابن جبیر در اینجا یک منطقه از عسکرهای اسلام که صحابگان پیامبر بودند در همینجا قرارشان داد و گفت که حتی که اگر ببینید که پرنده ها گوشت های تنه ما را میبرند از این کوه پایان نشوید، زیرا که از نگاه جنگی این کوه یکی از موضع های مهمی بود که سیطره جنگ در دست کسی بود که اینجا او حضور داشت. و هنگامی که در این منطقه مشرکان بار یعنی شکست خوردند، اقیم نشینی خود را اعلان کردند و هنگامی که صحابگانی که بالای این کوه جبل رماد بودند اونها فکر کردند که مشرکان شکست خوردند و خواستند که مال غنیمت بگیرند و نفهمیدند که پیامبر خدا اونها را امر شدید کرده بود تا که در این منطقه بمانند. متاسفانه بعضی از این صحابگانی که در اینجا با نام تیرزن مشهور بودند که نمیگذاشتند که مشرکان از اینجا بگذرند و اونها را با تیر نیزه های خود هدف قرار میدادند و اونها پایان شدند. وقتی که حضرت خالد ابن ولید که در آن وقت اسلام نآورده بود این وضعیت را دید، با سربازان خود با روایتی که از پشت کوه احد آمد و با روایت دیگر که از پشت کوه جبل رمات آمد و مسلمان ها را در همین منطقه محاصره کرد. و در همین منطقه که وقتی که محاصره کرد در اینجا جنگ با پیوست که مسلمانان در مابین دو گروه کافران قرار گرفتند که در اینجا زیاده از 70 صحابه پیامبر رضی الله عنهم اجمعین که از جمله حضرت امیر حمزه که امیر همین منطقه بود و امیر این جیش بود و یکی از مقاتلین راه خدا و سید شهدا بود، در این منطقه به شهادت رسید. و همچنانه که میبینید در این داخل این یک چارپنجه که هست زیاده از 70 اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم اینجا به شهادت رسیدند. پیش از این که یک چیز را در یاد شما بیاوریم، اولا قبر اصحاب پیامبر اینجا نبود، بلکه قبر اصحاب پیامبر از امو کوه پایان بود. وقتی که سیل آمد اون کوه را شوشت، بعد سالها مرده های اونها را آوردن و اینجا گور کردن که اینجا را شهدای احد میگویند که زیاده از 70 یعنی 70 صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم اینجا به شهادت رسیدند. و این است مختصر از جنگ احد و از جنگی که اصحاب پیامبر اینجا شهید شدند و مقبره جماعی هست که هر یک از اصحاب پیامبر صلوات الله علیه که در اینجا پی یک دیگر بلکه در یک قبر دو مرده هم دو صحابی پیامبر هم گور کرده میشد و کسی که قرآن او زیادتر می بود او در محض اول مانده میشد و بعد از آن دیگرها هم نیز مانده میشد که به همین ترتیب اصحاب پیامبر و آخران آرامگاه اصحاب پیامبر رضی الله عنهم اجمعین در اینجا قرار گرفت که امروز به خاطر اثبات تاریخ و به خاطر
در یاد آوردن سیرت پیامبر و سیرت اصحاب و جانبازی هایی که برای دین خداوند کردند، مسلمانان از تمام اطراف و اکناف دنیا می آیند و این را مشاهده می کنند و می بینند و بار دیگر عزت اسلام و عزت اصحاب پیامبر و چطور اونها برای دین خداوند جانبازی های کردند برای امت اسلام نشان می دهند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.